شب 22 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندا استارکس سفر فرهاد اشورالیویچ سال تولدش 1993 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت کوچه نبیف به سمت کوچه آزادی زنان شهر دوشنبه شهروند عبدالله و قربانگل سال تولدش 1985 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه عبدالله و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه علاوه خبر داد که قربانگل عبدالله و همچون راهرو در مؤسسه دولتی استفاده بری راههای نویه سینو کار میکرد. به اصطلاح این نهاد نسبت به راننده بر اساس ماده 212 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام ویران کردن قاعده های حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان شده است پرونده گشودند. 23 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 2:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا ساتوروف بختاور سال تولدش 1995 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت از سمت نویه فیض‌آباد به سمت شهر روغون به خطری حرکت راه را رعایت نکرده در حدود نویه فیض‌آباد با قسمت پیش افت-ماشین پیاده‌گرد نابالغ محیدین زاده سمیه عبدالرشید سال تولدش 2014 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین 20 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 19:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره بازارزاده ظفر سال تولدش 1988 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت نویه خوولینگ در حدود جماعت دیوت وایسوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسمت قفوی یادکای تراکتور تحت اداره سلیموف باباخان سال تولدش 1979 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه مسافران ماشین تمغه اوپل استرا رحیمو و شریفما سال تولدش 1991 ساکن امین نویه و 3 فرزند نابالغش که همسر و فرزندان راننده بازارزاده می باشند جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه انتقال دادن در راه همسر راننده رحیمووا به هلاکت رسیده است. اوج بین حادثه‌ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته شده هر سال بر اثر صدمه‌ها در این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.